بهار آمد بر ملک غریبی، هزار آمد بر ملک غریبی. خدایا کی رسد آن نوبهار، کیار آمد بر ملک غریبی. امروز هفتم می سال 2022 و الکی روز دوم و سوم است که در شهر مسکو فدراسیون روسیه برخواست حبس شدند. یعنی که بهار نو در اینجا فرا رسید، فصل بهار و برگ ها نو کم کم دارن که سبز می شوند. بعضی درخت ها نو کم کم گل کردن و چی گفتنی هستم در این لحظه های خوش، در این لحظه هایی که هرچند در دیار غربتیم ولی دیدنی فصل بهار واقعا به کس الهام میبخشه، خوشی میاره، امیدواری میده. گفتنی هستم که کسایی که از شهر هجرت، از شهر غربت در آرزوی این هستن که به دیدن یار برسن، به وصال پدر و مادر برسن، به وصال همسر و فرزند یعنی برسن، دیگرها برادر و خواهرها برسن. آرزو و دعا میکنم که هرچه زودتر برسن به این آرزوهاشون. و کسایی هم که آرزو و امید این ندارن که هرچه زودتر همسر خودشون، فرزندهای خودشون بگذار بیارن به این شهر غریب، همراه خودشون یعنی که باشن، بگذار این آرزوی، این نیت ها و این امیدواری ها و نقشه ها و مقصد های اون برادرها یا اینکه خواهرها یا هر کس دیگری که باشه دعا میگیریم که جامعه عمل باشه. فصل بهاری غریبی برای تمام غریبای تاجیک که در فدراسیون روسیه قرار دارند و خیر باشد و با برکت باشد انشاءالله.